در کتابخانه مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 3 نوع اسپیتامنت برای آمادگی به آزمون‌های سطحی ولایت‌های جمهوری و به کتابخانه جلب نمودن محصلین شرایط فراهم آورده شده از جانب ماموریت مؤسسه طی سال‌های اخیر جهت غنی گردانیدن مخزن کتابخانه کاربری جان کرده شده است. عزیزه جورابایова 3 سال این جانب اشتراکچی دور ناحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است و امسال امکان به دست آورد که در دور ولایتی این آزمون اشتراک کند. برای تا دور جمهوری راه یافتن عزیزه از ایجادات نظم و نثری ادیبان کتاب‌های زیاد را مطالعه و از بر نموده مقصد پیش گذاشته است که در دور نهایی غالبیت را به دست آورد. من سال سوم است که من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از در آزمون مکتبی و ناحیوی اشتراک نموده به دور ولایتی راحت یافتم و امیدوار هستم که جایهای نمونوی را میگیرم و من زیاده از 117 تا کتاب مطالعه نمودم و زیاده از 1000 بیت شعر از خود کردم. روز گذشته در کتابخانه مرکزی ناحیه اسپیتامن دور اول آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است جمع بست گردید. بنا به اطلاع مسئولین بخش فرهنگ در دور نهایی نزدیک 150 نفر نمایندگان کسب و کار گوناگون دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شرکت ورزیدند. دور ناحیوی سه روز ادامه یافته در نتیجه خلاصه اعضای حکمان بهترین ها به دور ولایتی راه خط گرفتند. حالا من در فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرده ایستادم. من بسیارتر کتابخوانان را دوست می‌دارم. اول سال‌ها هم من اشتراک نمودم و جای شاه جایزه و دوم جاها را اشغال نمودم. من زیاده از 50 کتاب‌ها را از خود کردم. من بسیارتر به نویسنده عنصرمانی کیکاووس شوق زیاد دارم. مخزن کتابخانه مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 12 ناحیه مذکور دارای نزدیک 5000 نسخه کتاب بوده 1800 عدد آن را ادبیات بدیعی تشکیل می‌دهد. خوانندگان و آموزگاران این مؤسسه از فوند کتابخانه فراوان استفاده کرده در برابر کتاب‌های درسی و صحوی مطالعه ادبیات بدیعی نیز به حکم عنعنه درآمده است. در کتابخانه ما همگی کتاب‌های اجاروی درسی قریب 5000 عدد موجود است و 1800 عدد کتاب‌های بدیعی هست. خوانندگان از کتابخانه وسیع استفاده میبرند. با کتابخانه اعضا هستند. در مؤسسه ما همه ساله آزمون فروغ صبح دانایی برگزار گردیده ایستاده است. خوانندگان در این آزمون فعالانه اشتراک ورزیده ایستادند. طبق اطلاع ریاست مالی ناحیه اسپیتامن برای هوسمندکنی اشتراکچیان آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من از حساب بودجه ناحیه نزدیک 30,000 سومانی جدا کرده شده است. سال 2022 از طرف در اساس قرار رئیس ناحیه اسپیتامن برای 3 آزمون جمهوری یعنی تاجیکستان وطن عزیز من علم فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت هر 3 تا آزمون زیاده 28,000 سومانی مواد دیده و تحصیل کرده شده است که در این کام برای هوسمندگانی همین اشتراکچیان روانه کرده می شود. نسبت سال 2021 7,009 زیاد نقشه بند مبلغ جدا شدگی ساخه فرقی باشد 2,009 فویز یعنی برای ساخه مورد زیاده 3,800,000 با ساخه فرقی باشد 56,000 سومانی نسبتی سال 2023 زیاد می باشد. با مقصد رشد ساحه‌های معارف و فرهنگ و ورزش در اساس لایحه بودجه ناحیه اسپیتامن برای سالهای 2020 و افزایش آن نسبت بودجه سال 2021 قسم خراجات برای ساحه معارف 51,374,836 سومانی یا 3,764,971 سومانی زیاد برای ساحه فرهنگ و ورزش باشد 1,963,525 سومانی روانه گردیده است که در مقایسه با سال گذشته 55,652 سومانی بیشتر می باشد.